بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. اما بعد، درس امروز ما و شما در مورد توحید و شرک در خشوع هست. اول توحید در خشوع را می خوانیم که او چی هسته. توحید در خشوع سه بخش اساسی داره که بخش اولش خشوع قلبی هست، بخش دومش خشوع بدنی هست و بخش سومش خشوع طبیعی هست. خشوع قلبی کدام خشوع است؟ خشوعی است که مربوط به قلب میشه و این به دو بخش تقسیم میشه. یکی عمل قلب است که مربوط به ایمانیات میشه که انسان مسلمان با قلب خود خالق متعال عبادت میکنه. ایره خشوع ایمانی میگن. و قسم دومش فعل قلب است. فعل قلب چی است؟ اولش عمل قلب است. در عمل قلب مثلا انسان ایمان می داشته باشه به آن چیزی که از جانب الله برش تعیین شده، به مقدرات الهی باور می داشته باشه و او را رد نمی کنه. ایره عمل قلب میگن که خشوع ایمانی قلب است. قسم دوم عبادت قلبی هست. عبادت قلبی چی هست؟ عبادت قلبی امو عبادت هایی است که مربوط به قلب میشه و این هم دو بخش داره. بخش اولش عبادت قلبی مثل خوف وارد که انسان در قلب خود هم خشوع می داشته باشه، هم ترس می داشته باشه، هم محبت می داشته باشه، هم رجا می داشته باشه، یعنی کل بخشایش دی وجود می داشته باشه. ایره عبادت قلبی میگن. خشوع قلبی که عبادت قلبی گفته میشه که همراه چی یک جای می باشه؟ با همراه محبت و امید. و قسم دومش تواضع قلبی هست. تواضع قلبی کدام یکی هست؟ که انسان مسلمان قلباً به الله متواضع می باشه. ایره تواضع قلبی میگن. بخش دوم خشوع بدنی هست. خشوع بدنی دو بخش داره. اولش خشوع بدنی مؤمنا هست، انسانای مؤمن. پس انسانای مسلمان و مؤمن که هستن، اینا اعضای بدنشان خشوع و آرامش می داشته باشه. به اساس چی؟ به اساس ای که قلب از اینا خاشع است. وقتی که قلب خاشع باشه، اعضای بدن هم آرامش می داشته باشه. الله متعال میگه قد افلح المؤمنون الذين هم فی صلاتهم خاشعون. یعنی صحابه میگه وقتی که ما این آیت شریف نازل شد، قبلا یک حرکت عادی سر ما میکرد، مثلا در بعضی حالات به طرف آسمان در نماز سیل میکردیم، لکن این آیت که نازل شد ما حتی از جای سجده خود طرف بالا هیچ سیل نمیکردیم. این حال وقت قلب خاشع باشه، انسان دیگه باز بدنش و اعضای بدنش حرکت نمیکنه. کسایی که مثلا در حرکت ها و رقص میکنن و حرکت میکنن، این دلالت به این میکنه که قلب از اینا خاشع نیست. چرا الله متعال میگه قد افلح المؤمنون الذين هم فی صلاتهم خاشعون، که هم خشوع قلبی می داشته باشه که نتیجهش خشوع بدنی می باشه. یک کسی در سر نماز کتریش خود زیاد ساتری میکرد دیگه، اگر قلب ازی آرامش می داشت، باز دست ازی هم چی می بود؟ آرامش می داشت. دوم قسمش خشوع اعضای بدن کافرها هست که در قیامت می باشه. در قیامت وقتی که حالات سخت می بینین، چشمایشان رو ببینی پایین افتاده، سرایشان پایین افتاده، و این خشوع بدنی کافرها هست که از حول قیامت می باشه. قسم سومش خشوع طبیعت است.
زمین هم تسلیم الله است، چیزی که الله برش میگه فرمان بردار است. آسمان هم تسلیم فرمان الله است. لوح و کرسی و جنت و دوزخ و تمام مخلوقات که هستن یا چی هستن؟ تسلیم احکام الله متعال هستن. پس به این شکل اینال خشوع به چند قسم شد؟ کی برای ما تشریح میکنه؟ دیگه این نفر بعدی شما بفرمایید. بسم الله الرحمن الرحیم. توحید در خشوع. توحید در خشوع قسمی که استاد برای شما گفت 3 قسم از قلبی، بدنی، طبیعت. قلبیش باز به 2 قسم تقسیم شده است که عمل قلب است، یکی فعل قلب است. عمل قلب با خشوع ایمانی است که یک نفر ایمان داشته باشه، عمل قلبش باز با خشوع ایمانی. فعل قلب با 2 رقم، باز فعل قلب با 2 بخش تقسیم میشه، عبادت قلبی، تواضع قلبی. با بدنی با 2 نوع است، یکی از کافرها، یکی از مؤمنا. که کافرها از مؤمنا که قلبشون طرز خشوع داشت، بدنشون هم در نماز یا در عبادت یا در هر چیز می باشه، آرام می باشه. از کافرها باز خشوعشون در روز قیامت است که می ترسن، اما ترس و چیزشون، ترس و لرزشون در بدنشون معلوم میشه. طبیعت، خشوع طبیعت در چیز است، در زمین و آسمان و غیره. آفرین. بسم الله الرحمن الرحیم. توحید در خشوع. توحید در خشوع قسمی که جناب استاد گفت 3 رقم است که یکیش قلبی است، دومش بدنی، سومش هم طبیعت. با قلبیش بدن است که عمل قلب است و فعل قلب. عمل قلب با خشوع ایمانی اینه که مثلا کسی که عمل قلبش با خشوع باشه، ایمانش کامل است و با خشوع باشه. و دومش فعل قلب که عبادت قلبی است و تواضع قلبی. سوم بدنی مومنان است که مثلا نماز میخوانن، عبادت میکنن، آرام هستن. و کافران است که ترس و هراس از روز قیامت دارن. سوم طبیعت، مثلا زمین، آسمان و غیره که چی هستن. آفرین، جزاک الله خیر. نفر بعدی شما رو بنام. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. و اجازه دوستا و استاد گرامی، امروز درس امروز ما شما توحید در خشوع است که چی رقم ما شما خشوع در عبادات خود داشته باشید. این به 3 بخش تقسیم میشه که اول از قلبی، دوم بدنی و سوم طبیعی یا طبیعتی است. خشوع قلبی ما به 2 بخش تقسیم میشه که عبارت از عمل قلب و فعل قلب است. که این جمله عمل قلب با خشوع ایمانی که ما با چی رقم با کدام ایمان قوی ما به الله ایمان داشته باشیم که خشوع ایمانی ما را نشان میده. دوم فعل قلب که میان به 2 بخش تقسیم میشه که عبادت قلبی و تواضع قلبی است. که عبادت قلبی ما میفهمیم چی رقم قلب خود عبادت به الله بکنیم و الله را از قلب خود چی رقم قبول بکنیم. این میان بخش دوم که خشوع بدنی است که به 2 بخش تقسیم میشه که یکی برای مؤمنان است و دیگر برای کافران. بر مؤمنان خشوع به این معلوم میشه که ما چی رقم نماز با خشوع بخوانیم یا چی رقم عبادت الله را با خشوع و تواضع انجام بدیم تا رستگار شویم. و بر کافران در روز قیامت است که در روز جزا و روز حساب کتاب کافران اونجا باز تواضع نداشته باشه و از شرم و شرمندگی سرشون پایین میباشه. و سوم خشوع طبیعت یا طبیعی است که زمین هم عبادت الله را میکنه، آسمان هم عبادت الله را میکنه، باز خشوع و تواضع خود را. جزاک الله خیر. الله براتون اجر نصیب کنه. برادرای عزیز، خواهرای محترم، یکی از اساسات مهم اعتقادی که ما و شما قبلا خواندیم که عبادت ها که هستن 6 قسم بودن، نه؟ اولش عبادت های فکری بود، دومش عبادت های قلبی بود، سومش عبادت های زبانی، چهارمش عبادت های بدنی، پنجمش مالی و ششمش هم قانونی، عبادت های قانونی. ما و شما بخش اول عبادت های فکری را خواندیم، بعد از اون نوبت رسید به عبادت های قلبی. طبعا عبادت های قلبی عبادت هایی بودن که توسط قلب انسان مسلمان او را انجام میده. و در عبادت های قلبی کدام بخش را خواندیم؟ اول نیت خواندیم، توحید در نیت، دوم توحید در صدق، سوم توحید در سوم توحید در محبت خواندیم، چهارمش توحید در خوف خواندیم، پنجمش هم که امروز است این توحید در چی است؟
در خشوع هست. خشوع چی را میگن؟ خشوع در لغت علما میگن که خشوع در لغت به معنای نظر کردن به طرف زمین، پستی صوت، خم نمودن سینه، تواضع کردن، اینا همه‌شان علما میگن که معنای لغوی خشوع هست. وقتی که ما میگیم خشوع کرد فلان شخص، به این معنا که سر خود خم کرد، چشم خود خم کرد، قلب خود تسلیم کرد، در قلبش یک نوع ترس پیدا شد. اینا کلش مجموعه چی هستن؟ در زبان عربی کلمه خشوع را افاده میکنن. در تعریف اصطلاحی خشوع علما چی میگن؟ علما تعریف های مختلف برازی کردن به خاطر ازی که انسان ها درست معنای خشوع را بفهمن. اول تعریف اصطلاحی خشوع چی است؟ قیام القلب بین یدی الرب بالخضوع والذل. این علما میگن خود خشوع که است، این عمل قلب است، یک عمل قلبی است که انسان مسلمان در مقابل خالق خود با بسیار عاجزی و ذلت قرار میگیره، قلب خود تسلیم الله میکنه. عالم دیگه میگه که هو الانقیاد للحق. کدام شخص است که این خضوع توحیدی داره؟ میگه کسی است که به حق تسلیم است. جنید بغدادی یکی از عرفا هست، یکی از کسایی هستند که اینا تزکیه نفس بسیار خوب میکردن، یک عارف هست. این جنید بغدادی رحمت الله علیه چی میگه؟ میگه الخشوع تذلل القلوب لعلام الغیوب. میگه ذلیل ساختن قلب است بر ذات که تمام غیبیات میفهمه. این خشوع میگم. علامه ابن قیم جوزی رحمت الله علیه، ما این تعریفات مختلف از علمای مختلف میارم تا ای که شما یک چیز درس بگیرین که هیچ وقت تکبر و تعصب نداشته باشین. اینمی تکبر و تعصب است که مسلمان ها را تکه تکه ساختن. ما و شما هر کسی که حق میگن برادر ما هست، هر کسی که تسلیم کتاب الله و سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم است برادر مؤمن ما و شماست. انما المؤمنون اخوه. از این خاطر هم تعریف جنید بغدادی نمیاریم، هم از ابن قیم جوزی نمیاریم رحمهم الله. کلشان دوست داریم، کلشان نور چشم ماست. علامه ابن قیم جوزی رحمت الله علیه چی میگه؟ والحق ان الخشوع معنى یلتئم من التعظیم والمحبت والذل والانکسار. او میگه حقیقتا خشوع چی است؟ خشوع یک معنای است. برای چی؟ برای تمام آنچه که در قلب است. که در قلبت چی باشه؟ عظمت الله در قلبت باشه، محبت الله در قلبت باشه، ذلت در مقابل الله داشته باشی، و انکسار و شکست قلبی در مقابل الله داشته باشی. اگر همین چیزا مگه در قلب تو کلش یک جای شد، عظمت الله در قلبت بود، محبت الله در قلبت بود، در مقابل الله ذلت و عاجزی اختیار کردی و قلب در مقابل الله قلب شکسته بود، این قلب چی میگن؟ قلب خاشع میگن. این تعریفش است. علما که هستن هر کدامشان مثل میوه ها هستن. علمای ربانی هر کدامش مثل یک میوه هست، هر کدامش یک مزه خاصی داره. انسان وقتی که سیب میخوره، پسان که ناک میخوری میبینی که مزه خاص خدا داره. عم میخوری مزه خاص خدا داره. بعضی کساس میگن من تنها کچالو میخورم، برو پشت کچالو خورید. اما انسان مسلمان که است از کل نعمتهای الله که الله بر انسان داده از کلش استفاده میکنه. همین قسم سخنای علما. علامه فخر رازی، این هم یک عالم بزرگوار است، تفسیری داره. این میگه که
ان الخشوع تارة یکون من فعل القلب. عالم بزرگوار میگه خشوع گاهی مربوط به قلب میشه کل خشیه، و تارة من فعل البدن کالسکون. گاهی خشوع مربوط فعل بدن میشه، چشمت خاشع می باشه، دستت خاشع می باشه. و قیل لابد من اعتبارهما، و گفته شده که باید اردوش اعتبار بدی. پس قلب خاشع اعضای بدن هم تسلیم حکم الله میکنه. قلبت که تسلیم الله بود، دستت هم تسلیم الله میشه، پایت هم تسلیم الله میشه، تمام اعضای بدنت مطابق حکم الله متعال میباشه. یک عالم بزرگوار دیگه چی میگه؟ او میگه که خود خشوع یک چیزی هست که در قلب پیدا میشه، هو معنی یقوم بالنفس یظهر عنه سکون فی الاطراف. میگه وقتی که معنایی است که در قلب وقتی که پیدا شد، آثارش کجا دیده میشه؟ در اعضای بدن انسان دیده میشه. چی معنی؟ یعنی مثل که مثلا اگر یک موتر ماشین خوبش داشته باشه، آثار خوبی از این موتر در تایرهاش دیده میشه، در حرکتش، در کل چیز دیده میشه که این ماشین میتونه که مثلا یک موتر که 1 تن 2 تن وزن داشته باشه، ایره چی میکنه؟ در حرکت میاره. پس اگر ماشین داخل وجود انسان که قلب است این خشوع داشت، تمام اعضای بدن انسان جور می باشه و صحت می داشته باشه. اما اگر ماشین داخلی خراب بود، باز مثل که ماشین موتر خراب شد، باز کر 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 تیلیش کو، کشش کو، با نماز صبح 10 دفعه تیلیش کو، در نماز پیشین 20 دفعه برش بگو که بخی نماز بخوان. این چرا؟ بسیاری پدرها که پسرای خود به تکلیف هستن، بسیاری پسرها که پدرای خود به تکلیف هستن. گاهی ماشین پدر خراب می باشه، گاهی ماشین پسر. این چه شوری است که در دور قمر می بینم، همه آفاق پر از فتنه و شر می بینم. نه مهر برادر به برادر دارد، نه لطف پسر را به پدر می بینم. دختران را همه جنگ است و جدل با مادر، دختران را همه جنگ است و جدل با مادر. پسران را همه بدخواه پدر می بینم. این کلش چی است؟ ماشینای ایمانی از اینا چی است؟ ضعیف است. وقتی که قلب ضعیف شد، آثار بدنش هم همین قسم ضعیف است. در جامعه که ایمان ضعیف باشه، این مشکلات می باشه، مشکلات فامیلی، مشکلات طلاق، مشکلات بین پسر و پدر، مشکلات بین برادر و برادر. این کلش چی است؟ آثار ضعف ایمانی است که در وجود انسان دیده میشه. اقسام خشوع. خشوع در قرآن عظیم الشان و احادیث رسول الله صلی الله علیه و سلم به اشکال مختلف تقسیم بندی شده. علامه زرقانی رحمت الله علیه میگه ثم الخشوع تارة یکون من فعل القلب کالخشیه. گاه خشوع مربوط به قلب میشه مثل خشیت. تارة من فعل البدن کالسکون. به این شکل ما و شما خشوع را به 3 بخش تقسیم کردیم که قلبی، بدنی، طبیعی. خشوع قلبی کدام یکی هست؟ خشوع قلبی باز 2 قسم است. خشوع قلبی اولش عمل قلب است با خشوع ایمانی. خشوع ایمانی چه قسم حاصل میشه که تو تسلیم 2 حکم باشی. خشوع ایمانی چه قسم حاصل میشه؟ ایمانی خشوع چه رنگ حاصلیگی، چه رقم پیدا کیگی؟ 2 قسمه. اولش چی است؟ حکم اولش حکم دینی شرعی هست، یعنی که در مقابل احکام الله خشوع داشته باشی، تسلیمی داشته باشی، به عدم معارضته برأی او شهوه، که حکم الله را با نظریه شخصی خودت یا با شهوت‌ها و خواسته‌های نفسیت مخالفت نکنی. خاشع قلب کی هست از دیدگاه ایمانی؟ که حکم الله را با نظر شخصی خود یا خواهش نفسی مخالفت نکنه. انسان‌های بی ایمان حکم الله را به می 2 علت مخالفت میکنن. وقتی برش بگی الله این تو میگه نه، نظر من این قسم است، نظر فلانی فیلسوف اینطور است، نظر فلانی این قسم است.
انسان مؤمن در مقابل حکم الله حکم کسی دیگه نظر کسی دیگه پیش نمیکنه. و علت دومیش که مردم گمراه میشه چی است؟ بعضی کسا خواسته های نفسی خود بر حکم الله ترجیح میده. والله نفس ما اوت میخواه، خواسته ما این قسم است، حکومت مردم، حکومت نفس توسط نفس برای نفس. این حکومت الله را با خواسته های نفسی خود چی میکنه؟ مخالفت میکنه. حکم دومش چی هست؟ حکم دومش حکم تقدیری هست. وقتی که الله چیز را مقدر و مقرر کرده در مقابل از مخالفت نمیکنه. الله مرا سیاپوست خلق کرده، خلاص قربان سیاپوست با ایمان، مرگ به سفید پوست بی ایمان مثل ابو لهب. بلال رضی الله عنه مثلا، حالا ما و شما بسیاری کسا رو بینی اولاد خدا نامش چی میمانه؟ بلال. کدام کسی دیدی که نام بچه خود ابو لهب مانده باشه؟ ها؟ ولو که خودش ابو لهب هم واره باشه، خود نام بچه خدا یا ابو جهل یا ابو لهب نمیمانه. چرا؟ اینال انسان مسلمان دیگه چی صفت داره که حکم تقدیری الله را با کراهیت و بدبینی نظر نمیکنه. حتی وقت سرش مصیبت هم به میگه قدر الله ما شاء و فعل. هر چیزی که الله تقدیر کرد صحیح شد. فهمیدین یعنی؟ اینال قلبی که خاشعی باشه هیچ حکم تقدیری الله را با کراهیت و اعتراض مقابله نمیکنه. انسان هایی که بیدین باشه بازی که سر شکمک مصیبت به با چیغ میزنه که او الهی کل مصیبت ها سرم است، کل غم ها سرم است. ای چی است؟ ای علامت بیمانی که قلب ازی بیمان است. خب اینی خشوعی که با قلب ایمانی می باشه، ما و شما خواندیم که خشوع قلبی دو قسم است، نه؟ یکی خشوع چی بود؟ عمل قلب با ایمان بود و نوع دومش چی است؟ چی قلب؟ فعل قلب است. آفرین. فعل قلب که است ای فعل قلب که ای را خشوع عبادت میگن. ای عبادت قلبی هست. ای به همراه چی میباشه؟ چند چیز همراهش میباشه؟ محبت، تعظیم، خوف و رجا. ای که تشک جای میباشه. یعنی او روز هم گفتیم مثال که انسان مسلمان باید مثل چی وار باشه؟ مثل یک پرنده ای که سرش محبت است، یک بالش خوف است و دیگه بالش رجا و امید است. اینمی خوف و شکست خشوع است با هم نزدیک هستن. خب اینی خشوعی که ما و شما گفتیم که این خشوع چی است؟ عمل چی است؟ فعل قلب است. این چند قسم است؟ این دو قسم است. خشوع خوف قلبی به الله سبحانه و تعالی هست. الله متعال در آیات قرآن عظیم شانی رو بیان میکنه که انسان‌های مسلمان باید چی داشته باشن؟ خوف قلبی داشته باشن. چه قسم خوف قلبی داشته باشن؟ الله متعال در آیت قرآن در آیت 16 سوره الحدید ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. الله متعال در این آیت شریف سوره حدید آیت 16 چی میگه الله متعال؟ میگه الم یأن للذین آمنوا، آیا وقت از این نرسیده برای مؤمنان؟ برای ما و شما خطاب میکنه که ای مؤمنان آیا وقت از این نرسیده ان تخشع قلوبهم لذکر الله، که قلبای از اینا به یاد الله خشوع پیدا بکنه، دلهایشان با ذکر الله نرم شوند. و ما نزل من الحق، وقتی که یاد الله میشه، آنچه از آیات قرآن برشان نازل میشه، با این یا قلبشان نرم شوه و حق قبول بکنن.
ولا يكونوا كالذين اوتوا الكتاب من قبل، و این قسم نشه مثل اهل کتاب واره که قبل از اینا بودن. فطال عليهم الامد فقست قلوبهم. فطال به معنای طویل شد، دراز شد، علیهم بالاشان الامد امو مدت، وقت زیاد تیر شد، یا کتاب الله را ترک کردن، سنت پیغمبر خدا فراموش کردن. این کار سر شما نشه که وقت تیر میشه، 1 قرن 2 قرن 3 قرن، از ما و شما 14 قرن شدن. آلده هر قرن کس چی شده؟ اینمی قسم آهسته 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 خرابی ها و بدعت ها ایجاد شده. سر از اونا هم امی قسم شد. فقست قلوبهم و کثیر منهم فاسقون. قلبای از اینا قاسی شد، بسیار از اینا فاسق شدن. ببینن امی اوه که در دریای کابل میه، اوه که اصلا سرچشمش که بیری در پغمان، اونو اوه که در پغمان میره، اگر از او 1 گیلاس آب بیاری برای کافر هم بیتی او را قبول میکنه. بسیار مزه‌دار است. اما اونمو آبی که از اونجا میای در راه، وقتی که مردم گندنای خود در او میشویه و کثافات در او میپرته و هر چیز در او داخل میکنه، یک وقتی که شما پیش مسجد پل خشتی برین در دریا، در او از او حتی وضو هم کردن نمیتونی، خورده خو نمیتونی، از است که او چی شده؟ کثیف شده و او را چیزهای اضافی را داخل کردن. اینمی قسم بسیاری کساست او دین را که رسول الله صلی الله علیه و سلم آورده بود و بر ما و شما نصیحت کرده که بر شما 2 چیز ما ترک کردم. چی هست؟ کتاب الله هست و سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم هست. اگر کلگی اینمی قرآن عظیم الشان با اینمی شکل که هست که در وقت نازل شده امو قسم تفسیرش کنیم و امو احادیث صحیحه رسول الله صلی الله علیه و سلم برای یک کافر هم تشریح کنی، باور بکن امو کافر هم مسلمان میشه. اما اگر باز دینداری ما و شما را ببینه، باز حتی مسلمان هم که ضعیف باشه از امی دین فرار میکنه. چرا؟ به خاطر از اینکه او آب خوبه که در سرچشمه دریا هست، او را با بدعتها، با چیزهای غلط دین خراب ساختن. الله متعال امیر میگه اتو نشه که باز شما هم در دین چیزهای را داخل کنین که این چیزهای غلط را که در دین داخل کردین قلب شما را اینقدر سخت بسازه مثل اونمو اهل کتابه که قست قلوبهم و کثیر منهم فاسقون. قلبهایشان بسیار قاسی القلب شد، بسیار بدبین شدن، در قلبهایشان کراهیت و دشمنی و بدبینی و گروه فرقه و حزب خود جور کردن. این بدبختی را نکنین. امام طبری رحمت الله علیه چی میگه؟ میگه الم یحن للذین صدقوا الله و رسوله ان تلین قلوبهم لذکر الله. آیا وقت از این نرسیده بر کسایی که میگن ما کتاب الله و سنت رسول الله را قبول داریم که قلبشان در مقابل ذکر الله، وقتی که حکم الله برشان بیان میشه، قلبشان نرم شود؟ چرا اصحاب رسول الله هم چه عادت داشتن و نظریات مختلف داشتن؟ خب وقتی که برشان گفته میشد که عمر تو این نظر گفتی، این نظر تو با این آیت قرآن تکرار میکنه، عمر رضی الله عنه فوراً میگفت که والا همین شخص راست گفت، من غلط کردم، گپ تو درسته. اگر یک تصمیم میخواست بگیره، یک صحابی میامد میگفت سمعت عن رسول الله صلی الله علیه و سلم، ما از رسول الله صلی الله علیه و سلم انت یک حدیث شنیدیم. عمر رضی الله تعالی عنه، ابوبکر رضی الله تعالی عنه و علی رضی الله تعالی عنه کلشان تسلیم بودن. آل بدبخت در کجا شدن؟ آل بر مردم وقتی که بگویی قلب اینقدر سخت شده که آیت قرآن برش میخوانی، حدیث صحیح رسول الله صلی الله علیه و سلم میخوانی، باز برات میگن رواج ما اوتر است، قوم ما اوتر میگن، حزب ما اوتر میگن، مذهب ما اوتر میگن، طایفه ما اوتر میگن، جرگه قومی ما اوتر میگن، عقل ما اوتر میگن، چشم ما اینتو میگن، گوش ما این قسم شنیده. این صاحب 200 قسم برای چی میکنن؟
200 قسم دلیل میگن. آیا نرسیده وقت ازی که کسانی که خود مسلمان میگیره که قلبهایشان نرم شد و به یاد الله، فتخضع قلوبهم له، قلبشان به حکم الله تسلیم شود. اگر قلب کلگی به حکم الله، کتاب الله و سنت رسول الله را فیصله بگذارم، بگه خلاص میریم عمل تو را هم صحیح کو، عمل مرا هم صحیح کو، هر کس که عملش در قرآن و سنت تایید شده می صحیح است، به این فیصله میکنیم. باز معلوم میشه نه قسمی نیست. بیاین ما و شما لوی جرگه میگیریم. لوی جرگه چی است؟ لوی جرگه که است از آثار جاهلیت قبل از اسلام است که مسلمان نبودن مردم. صحیح است، من نمیگم لوی جرگه‌ای که فعلا در افغانستان جرگه ها میشه، نمیگم که جرگه های قومی نیست، لکن از چه وقت مانده بر ما؟ از 2000 سال، 3000 سال، 4000 سال پیش اینجا مانده. ما اگر تاریخ 5000 ساله داشته باشیم، 1500 سال از این اسلام است. 3500 سالش تاریخ ما چی است؟ تاریخ جاهلیت است، تاریخ بت پرستی، آتش پرستی. متوجه هستین؟ مزدکیت و اونمو فارس قدیم که دو خدایی یزدان و اهریمن، همیال هم بسیاری کسا یزدان نام معبود آتش پرستاست. فهمیدی یعنی؟ معبودشان میگفتن دو معبود است، یکی معبود خیر است، یکی معبود شر است. یکیش یزدان است، دیگه‌اش چی است؟ اهریمن است. کتابشان هم نامش بود کتابشان اوستا. پس ایناله ای چی بوده؟ ای جرگه ها که از فیصله قومی را چرا میکردن؟ به خاطر که کتاب الله در بینشان نبود، سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم نبود. پس آل مشکلی که پیدا میشد چی است؟ به این جرگه را بیارین. بازی جرگه ها دیگه اون هر کس نظر میداد و میامد همونجا میشید. آل چی وقته؟ آل اگه به اون جرگه ها فیصله بکنیم، خلاص یک 500 نفر پیدا کو، صحیح؟ 500 تا شکمبور پیدا کو، بیارشان قرار بشانشان، یا که 6 تن برشان بگو که ما میخوایم که شراب مردم بخورن، خود از یارم یک چند گلاس بده. باز خودشان به نشانش آمد، باز میگه شراب خوب چی است، کافر خوب چی است، دوستی که تو کفار بکنیم. متوجه هستین؟ اما الله میگه نه، وقتی که فیصله میکنین به چی بکنین؟ با کتاب الله و سنت رسول الله. و ما کان لمؤمن ولا مؤمنه اذا قضى الله و رسوله امرا، شایسته نیست، اجازه نیست برای زن مؤمن و مرد مؤمن وقتی که الله و رسولش در یک موضوع فیصله کردن، باز اونا بگه ما ابراز نظر میکنیم. ابراز نظر و اجتهاد در مسائل میشه که اونجا نص صریح وجود نداشته باشه. در مسائلی که نص صریح نیست و یا در مسائلی که تطبیق امین نص چه قسم تطبیق بکنیم. مثلا در وقت رسول الله صلی الله علیه و سلم، رسول الله هم با امرای صحابه مشوره میکرد که ما و شما میریم به جهاد به ضد مشرکین و کفار، لکن امیره چه قسم به امرایشان بجنگیم؟ خود ما در داخل مدینه منوره باشیم یا برایم در کوی احد؟ در اینی قسمت مشوره میکرد. اما این مشوره را نمیکرد که آیا شراب بخوریم یا نخوریم، به خاطر از اینکه شراب حکم ثابت است، اینمی قسم سود حکم ثابت است. در اینجا باز چی نیست. عبدالله ابن عباس رضی الله عنه میگه که ان تخشع قلوبهم، یعنی تطیع قلوبهم، که قلبهایشان اطاعت بکنه. اطاعت کی رو بکنه؟ قتاده یک تابعی است، ای چی میگه اول ما یرفع من الناس الخشوع، اولین چیزی که از بین مردم برداشته میشه خشوع هست. نه نماز خدا با خشوع میخوانه، نه دیگه مسائل در مقابل الله قلب خاشعی دارن. اولین چیز از بین مردم برداشته میشه و مترام است. دیگه الله متعال میگه که ولا تکونوا کالذین اوتوا الکتاب، الله متعال میگه مثل اهل کتاب خود مشابه نسازین، یهود و نصارا. چرا؟ اونا وقتی که سرشان وقت تیر شد کتاب الله را تغییر دادن، تحریف کردن، اطاعت از الله را و از پیغمبری که برشان بود او را فراموش کردن، باز آمدن به نظریات مختلفی که بعضی علما ارائه کردن
یا نظریه پردازی کردن، نظریات دیگر آرن، فلانی شخصات میگه، فلانی تو شخصات میگه. الله متعال باز گفت که اتخذوا احبارهم و رهبانهم اربابا من دون الله. باز وقتی که بر از اینا وعظ و گپ دین گفته میشد، باز قلبشان نرم نمیشد. حالا شما بعضی اوقات سعی کنین یک نفر دیندار وقتی که گپ دینه برش بگی، از چشماش قطرات اشک جاری میشه. اما آدم بیدینه که هر قدر برش گفته بری، اما شاعر چی میگه؟ میگه باران که در لطافت طبعش خلاف نیست، باران که در لطافت طبعش خلاف نیست، در دشت لاله روید و در شورزار خس. آیت قرآن که بخوانی از ذکری در قلبش داخل میشه. باران وقتی که میاد در دشت که میری که گلای لاله سر زدن، در شورزار که میری که فقط خس و خاشاک است. متوجه هستین؟ دیگه الله متعال در آیت دیگه قرآن چی میگه در مورد خشوع؟ در سوره حشر آیت 21 لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. ببین الله متعال در این آیات قرآن چقدر زیبا بر ما و شما درس های را بیان میکنه. از آیت 18 شروع میکنیم. یا ایها الذین آمنوا، ای مؤمنان، اتقوا الله، از الله بترسین، خوف و خشوع و خشیت الله را در قلبایتان جاگزین بسازین، خود وقایه بکنین از بدیها و زشتیهای زندگی دنیا، تا الله متعال شما را وقایه بکنه از عذاب آخرت، از دوزخ و عذابهایش. ولتنظر نفس، چه قسم یا الله ما خدا سوال میکنیم که یا الله چه قسم ما خدا وقایه بکنیم از عذابهای و زشتیهای دنیوی تا از عذابها و زشتیهای اخروی نجات پیدا بکنیم. الله متعال میگه ولتنظر نفس ما قدمت لغد. هر شخص خودش در قسمت خود بر خود قاضی شوه و محکمه بسازه. خود انسان خودش خود محاکمه بکنه. این انسان ببینه که ما قدمت لغد، که ما بر روز قیامت خود چی تقدیم کردیم. ایمان تقدیم کردیم، اخلاص تقدیم کردیم، عبادت تقدیم کردیم، تقوا تقدیم کردیم، و یا برعکس یسو بیدینی و گمراهی و گناه کبیره و گناه صغیره را تقدیم کردیم. باز الله میگه واتقوا الله، خدا وقایه کنین. در چند چیز خدا وقایه کنیم؟ در 6 چیز. قلب خدا از امراض قلبی وقایه کنیم، فکر خدا از امراض فکری وقایه کنیم، زبان خدا از امراض زبانی، بدن خدا از امراض بدنی، مال خدا از امراض مالی، و قانون خدا از امراض قانونی. الله میگه واتقوا الله، سکی 2 مرتبه یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله، باز داخلش میگه که ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله. باز میگه خب بعضی کسا اشتباه میکنه، فکر میکنه که والله ما در خفیه و یگان جا یگان کار کردم هیچ کس مرا ندید. الله متعال میگه که این الله، یقین داشته باشین که الله خبیرون با خبر است بما تعملون. الله هم لطیف است هم خبیر است. خبیر به این معنی که بسیار با خبر است از اعمالت، و لطیف به این معنی که جزئیات بسیار کوچک اعمالت را با خبر است. از اعمال بزرگت با خبر است، حتی از چیزای کوچک شده است. باز دیگه توصیه الله چی میکنه؟ میگه ولا تکونوا کالذین نسوا الله. دیگه صفتتان چی باشه؟
اول صفتتان که نظر کردین که به فردای قیامت چی ذخیره کردین. دوم عملتان چی بود که تقوا کردین. سوم عملتان چی است؟ عقیده داشته باشین که الله با خبر است از اعمالتان. چهارمش چی است؟ مثل کسایی نباشین که الله را فراموش کرده. وقتی که انسان الله را فراموش کنه فانساهم انفسهم، باز الله تمام خودش و عملش از پیشش فراموش میکنه. یعنی باز هیچ چیز در یادت نمی باشه. گناه میکنی برات بی تفاوت می باشه. اولایی که اگر کس امی بدی ها را داشت اونا چی هستن؟ میگن هم الفاسقون. فاسق چی را میگن؟ میگه فاسق یعنی خارج هستن از طاعت الله. فاسقون یعنی الخارجون عن طاعت الله. کسی که چی نداشته باشه همین 4 مشکل داشته باشه. اعمال فردی خودم محاسبه نکنه، تقوا نداشته باشه، از باخبری الله بیخبر باشه و الله را فراموش کرده باشه. باز اینا فاسق هستن پیش الله. اگر سوال کنیم که یا الله آلی کسایی که فاسق هستن و کسایی که مؤمن هستن اینا با هم چی فرق دارن؟ الله متعال در جواب میگن که این فاسق این مؤمن و با تقوا با هم فرق دارن. لا یستوی اصحاب النار و اصحاب الجنه. مؤمنین با تقوا اصحاب جنت هستن و انسانهای بی ایمان و بی تقوا و فاسق اینا اصحاب النار هستن. اینا اردوشان مساوی نیستن. لا یستوی اصحاب النار و اصحاب الجنه. اصحاب الجنت هم الفائزون. اصحاب الجنت، جنتی ها اینا کامیاب میشن یا ناکام هستن. یا الله بعضی کسا قرآن برشان خوانده میشه لکن اینا قبول نمیکنن. یا رو چطور کنیم؟ الله متعال میگه که قلبای از اینا مثل سنگ گشته، حتی سنگ هم سر از اینا شرف داره. چرا؟ الله متعال میگه لو انزلنا هذا القرآن على جبل، اگر ما این قرآن نازل میکردیم سر کو که این کو بسیار بزرگ میبود و بر از امی کو امو فراست و امی هوشیاری و امی عقل انسانها را میدادیم. لو انزلنا هذا القرآن على جبل، یعنی الله میگه اگر اینمی کوی که با اینمی قوت و بزرگیش است، اگر امی عقل انسانه و امی فکر انسانه و امی استعداد انسانه به امی کو میدادیم و باز سرش قرآن نازل میکردیم لرأیته خاشعا متصدعا من خشیت الله. میگه باز میدیدی که امی کو چی میداشت؟ خشوع میداشت، خاشع میبود، عاجزی اختیار میکرد. متصدع چی را میگه؟ متصدع یعنی که توته و پارچه پارچه میشد. اینمی کو من خشیت الله، از ترس الله. حتی امی کو به می بزرگی خود تسلیم میشد به حکم الله. لکن الله متعال میگه برای تو انسان من عقل دادم، فکر دادم، کرامت دادم، خلافت دادم، همه صفات خوب برای تو دادم. اگر امی چیزها را به می کو میدادم اونم کو با اینمی بزرگی خود خاشع و تسلیم الله میبود. و تلک الامثال ندربها للناس. الله متعال میگه این مثال ها را ما بر مردم به خاطر چی بیان میکنیم؟ لعلهم یتفکرون، شاید که اینا چی کنن؟ تفکر کنن، یکم که از عقل خود، از هوش خود، از فکر خود چی کنن؟ کار بگیرن. در این قسمت خاشعا چی میگه؟ متذللا لعظمت الله، متصدعا متشققا، یعنی کو میگه توتا میشه. لکن انسان ها چرا قبول نمیکنن؟ میگه به خاطر از اینکه قلب از اینا از سنگ کرده هم قساوت پیدا کردن. وقت انسان به اندازه بی شخصیت میشه که قلب از این از چی کرده؟ از سنگ هم کرده سخت‌تر میشه. به این اندازه یعنی مشکلات پیدا میکنن. علامه بیضاوی حنفی رحمت الله علیه چی میگه؟ این میگه مراد چی از حکمت از این آیت شریف چی هست برای ما و شما؟ چی درس میده این آیت؟
میگه درسش است که توبیخ الانسان علی عدم تخشعه عند تلاوت القرآن. میگه این انسان توبیخ میکنه که وقتی که تو قرآن میخوانی، آیات الله را میخوانی، قلب تو نرم نمیشه، احساس نرمش نمیکنه. قلب تو در مقابل آیات قرآن به تفاوت است. اگر یک زنگ برات آمد عاجل خود کپک کپک کلمه برایی، تسلیم احکام الله نمیشی. چرا نمیشه؟ میگه لقساوت قلبی، به خاطر که قلبش بسیار قسی القلب شده، و قلت تدبری، هیچ وقت در آیات الله تفکر و تدبر نکرده. قرآن شریف خواندم تو مثل الفاظ بی معنا. مثل چی؟ الفاظ بی معنا. اگر این میخوان و تدبر میکرد، باز قلب از چی میشد؟ نرم میشد. قسم دومش که اونجا ما و شما خوانیم تواضع قلبی هست به بارگاه الله متعال. الله متعال میگه واستعینوا بالصبر والصلاة و انها لکبیرة الا علی الخاشعین. سوره بقره آیت 45. اینجا خاشعین کی نمیگن؟ الخاشعین المصدقین بما انزل الله. عبدالله ابن عباس رضی الله عنهما میگه خاشعین کسایی هستند که تصدیق میکنن آنچه که الله کرده. وقتی که تصدیق کرد، باز الله میگه واستعینوا، شما استعانت بگیرین. به چی؟ به صبر. در مشکلات صبر بکنین. و الصلاة و نماز. بخوان قاری صاحب آیت 45 بقره. واستعینوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون. الله متعال میگه واستعینوا، شما استعانت بگیرین به صبر، به صبر در مشکلات. درس برتان است که وقت مشکل برتان آمد، شما باید با چی کمک بگیرین؟ با صبر. دوم چی کار کنین وقتی که سرتان سختی ها و دردها آمد؟ نماز بخوانین. چرا؟ وقتی که انسان صبر میکنه و نماز میخونه، این نمازی که درست خوانده شود قلب انسان چی میتوازه؟ مطمئن میسازه. و انها لکبیرة، اینمی در مشکلات صبر کردن و به نماز رجوع کردن، این میگه بسیار بزرگ است. مگر بر کی؟ بر کسانی که خشوع دارن. وقتی که قلبت بر الله تسلیم بود، در مشکلات همیشه به کی تسلیم میشی؟ به الله متعال تسلیم میشی. بخش دومش خشوع بدنی هست. خشوع بدنی چی هست؟ خشوع بدنی دو قسم است. اول خشوع بدنی مؤمنه هست. الله متعال در سپاره 18 در سوره مؤمنون آیت اول قد افلح المؤمنون. بخون قرآن. بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. در این آیت الله متعال چی میگه؟ قد افلح المؤمنون، یقینا که کامیاب شدن مؤمنان. کامیابی از کی است؟ از مؤمنان. این مؤمنای کامیاب شدگی چی صفت داره یا الله؟ اول صفتشان است که الذین فی صلاتهم خاشعون، اینا در عبادتهای خود خشوع می داشته باشند، که در رأس از عبادات نماز است. در عبادتهای خود در مجموع و به خصوص در نماز خود خاشع می باشند. چرا؟ وقتی که قلب خاشع بود، باز بدن از اینا هم چی می باشه؟
با خشوع می باشند. اصحاب رسول الله صلی الله علیه و وقتی که نماز می خوندن در اطراف کعبه مثل یک درخت خشک استاد می شدن. حتی یک پرنده می آمد سر شانه از او یا در سر از او می شیشت. چرا او پرنده او احساس میکرد که البته یک درخت خشک است، در حالی که یک صحابی از اصحاب رسول الله صلی الله علیه و سلم است. این صفت عبدالله ابن زبیر رضی الله عنهما بود. زبیر ابن عوام رضی الله عنه وقتی که هجرت کرد اولین طفلی که در مدینه منوره پیدا شد عبدالله بود، پسر اسماء که پدرش زبیر نام داشت. اسماء ذات النطاقین کسی که به رسول الله صلی الله علیه و سلم در غار ثور غذا بود. از اوت یک مادر و از اوت یک پدری که زبیر ابن عوام است که این عشره مبشره بالجنت است. از اوت پدری که رسول الله صلی الله علیه و سلم بر بشارت به جنت دادن و از اوت مادری که در اوت سختی ها غذا را میبرد به رسول الله صلی الله علیه و سلم. یا وقتی که هجرت میکنن اولین طفل در مدینه منوره از اینا پیدا میشه، عبدالله ابن زبیر رضی الله عنهما. این چی خاصیت داشت؟ خاصیتش چی بود؟ که وقتی در مقابل الله استاد میشد آنقدر قلب ازی خشوع داشت، آنقدر قلب ازی تواضع داشت، آنقدر در مقابل ازی قلب شکسته بود که تمام اعضای بدن ازی متواضع ساخته بود. چندین سوره قرآن در نماز میخوان، پیش خود نفل میخوان، لیکن سوره های طویل میخوان استاد از با بسیار خشوع. یک وقت که سیل میکردن 4-5 تا کبوتر در سر شانه‌های ازی شیشته، خیال کردن که البته درخت است. الله متعال میگه قد افلح، یقینا کامیاب شدن اون مؤمنایی که وقتی در مقابل الله استاد میشن عظمت الله را در قلب خود میداشته باشن، بزرگی الله در قلبش میباشن، کبریا و جلال عظمت الله در قلبش میباشن. از این خاطر وقتی که در قلب بزرگی الله را داشتی اعضای بدنت آرام میباشن. الذين هم في صلاتهم خاشعون. خاشعون یعنی قلبا و بدنا، متواضعین قلبا و بدنا و جسما. هم قلبش متواضع هست و هم اعضای بدنش. این رقص و دول و خیز انداختن در عبادت، این مردم از اون دعا یاد گرفتن. چرا وا میره میگه یک بت از مجسمه هست، نه؟ او مجسمه بیچاره میگه بیا از نمیبینه پیش روی شیطان میپرتی، رقص میکنی، هر چی میکنی. میگم زلیخا هم وقتی که یوسف علیه السلام برای کارهای زشت دعوت کرد، دیگه اینجا میگه امی زلیخا رفت در روی بت خود یک دانه رویجایی را انداخت، یک رویجایی را گرفت در کله بت خود انداخت. تو چرا کردی؟ گفت من به خاطر ازی کردم که بت مرا نبینه که مال گناه میکنم. یوسف علیه السلام گفت که او ذات ذوالجلال والعظمه، او ذات بزرگی که ما رو عبادت میکنم، او خب با هیچ رویجایی و با هیچ چادر دم از زور ما گرفتن نمیتونم. پس یوسف علیه السلام چی کرد؟ وقتی که جلال و عظمت الله در قلبش جاگزین بود، در وادی گناه چی شد؟ استاد نشد که سیل کنه، بگریز که نمیگریزی؟ گریخت. این حال کسایی که ایماندار باشه وقتی که در دید که فسق است، فجایع هست، موسیقی است، ساز است، رقص است، از اون مجلس چی میکنن؟ فرار میکنن. ففروا الی الله، به طرف دین الله فرار میکنن در جایی که عبادت باشه. اما بعضی کسایی که تواضع ندارن بازی یک بانگک بر خود میکنن، برو ما اونا خو میخوانن، ما سیل نداریم، برو ما فقط نیت ما خوب است، ما برای نان خوردن آمدیم، این نان بخوریم، باز تا که نان میخوره 200 قسم خواندن و ساز سهل میگن به یک لقمه نان. پس الله متعال میگه قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. والذین، دیگه یا الله کدام مردم ها هستن که کامیاب هستن؟ تنها این مردم میگه نه، باید صفت دیگر هم داشته باشه. و چی است؟ والذین هم عن اللغو، از چیزایی که لغویات است، از فکایی
از فیسبوک های لودگی، از قصه های دیوانگی، از این چیزایی که یا تیک تاک جور میکنن، اینی گپ های لودگی که سهل کنی خدا رنگارنگ وقت مردم از ضایع میکنه، از این لغویات خدا چی میکنن؟ اعراض میکنن. اگر میخوای کامیاب شوی در نماز خشوع پیدا کن. یک، از لغویات، از فکایی گفتن و سخنهای بیهوده، از دیدن و شنیدن و اشتراکش از یا چی کن؟ معرض باشی. اعراض میکنه، زود او چینل دور میکنه. سوم صفتش چی است؟ والذین هم للزکات فاعلون، کسایی که زکات مال خدا میدن. چهارم صفتش چی است؟ والذین هم لفروجهم حافظون، شرمگاه خدا چی میکنن؟ محافظت میکنن، ستر عورت می داشته باشن، اعضای بدنشان پوشیده می باشه. الا علی ازواجهم او ما ملکت ایمانهم، یا به همسرانشان یا آن که مالک یمینشان هست. یعنی مثلا در اون وقتی که سابق کنیز بود، در وقتی که مسلمان ها به ضد کفار جهاد میکردن، باز رهبر مسلمان ها بعضی از زنهای کافره را کنیز قرار میداد. فانهم غیر ملومین، اینا ملامت نیستن. فمن ابتغى وراء ذلك، اگر کسی بغیر از اینمی همسرش و کنیزش از چیز دیگه استفاده میکنه برای رفع شهوت خود، فاولئک هم العادون، الله میگه اینا تجاوز کردن از حدی که ای باید تجاوز نمیکرد، از حدودی که الله برش تعیین کردن. دیگه صفتشان چیست؟ والذین هم لاماناتهم و عهدهم راعون. دیگه صفت کسایی که چی هستن؟ فلاح و کامیابی نصیبشان میشه. کسایی که به امانت خود، یک چیز برش امانت میتی و امانت خیانت نمیکنه. حال خب برای یک نفر بالا پشت بده بگه میره در پیشت نگاه کن تا که میای سل میکنی وقت پوشیده. تو چرا کردی؟ تو باش. من گفتم چه قسم است؟ چه قسمش حرام است؟ خط مثلا اینجا یک کسی برای من خط میتونم که همین خط بگی به استاد بده، بازو شیخ سعی کنی خوب شیخ هم حوالی قسم یک میکنن. هو چه خط خود بر تو امانت داد که این امانت به کی بده؟ برای استاد بده. اما تو خوب رو وقت خواندی در مالی گپا خوب بسیارم. این حال این فلاح کسی پیدا میکنه که امانتگار باشه. و عهدهم، وقتی که عهد میکنه امرای وعده میکنه. قاری صاحب کتما وعده میکنه که ثبات را میبرم فلانی جایی، من دیگه قرار شیشته. قاری صاحب قرار خو خدا میزنه. این عهد وعده نکردی. وقتی که نمیتونی زنگ بزن که والا مشکل مینت شد امروز جور نشده چطور نشن. این حال اگر میخوای فلاح و کامیابی پیدا بکنی، وقتی که یک کس وعده کردی، عهد کردی، پیمان بستی، باید به او چی باشی؟ حاکم باشی. والذین هم علی صلاتهم یحافظون، دیگه کسایی که در نماز خود چی دارن؟ محافظت میکنن. اول وقت کوشش میکنه نماز خدا بخونه، درست بخونه، به طریقی رسول الله صلی الله علیه و سلم بخونه. بعضی کساس میشینه قسم میکنه که خوب خسته شد دیگه، قصه دیگه هیچ برش نماند دیگه، نزدیک خواست باز میخواد سر نماز استارت میشه. بین این نماز بخونیم که دیگه نه چیز شد، باز خو کنیم، باز این نماز سکمت میخونه یک 15 مرتبه فاجعه میکشن. دمی درس هم یگان ترسایی کنه اینجا فاجعه میکشن، باز اینجا پیش ما صدایش میاد لاسپیکر، در حالی که ما برشان چی رو درس میتیم؟ خشوع. خشوع هر وقت میشه همین درس دین که از همین عبادت هست نیست. حالا ما شما در چی هستیم؟ در عبادت هستیم نه؟ التعلیم خیرکم من تعلم القرآن و علمه، بهترین شما، الله رسول الله صلی الله علیه و آله میگه بهترین شما کسی است که قرآن یاد بگیره و به دیگران یاد بده. حالا که شما که در مجلس یاد گرفتن قرآن هستین، بهترین شدین پیش رسول الله صلی الله علیه و سلم. پیش مردمای بیدین شاید ما شما بدترین باشیم، لکن رسول الله صلی الله علیه و سلم میگه که بهترین شما کسی است که قرآن تعلیم میکنه. پس وقتی که قرآن تعلیم میکنی کاری بسیار بهتر میکنی که تو را انسان خوب جور میکنه، شخصیت بسیار عالی میسازه. پس در حالت عبادت هستی. آیا این حالت درست است که به خاطر یک زنگک موبایل بخیزی کل درس خراب کنی؟ یا تو فاجعه بکشی که این صدایت اینجا دلاس بکردم مایک به یک وقت درس گوش میگیری که یک دونه صدای فاجعه یک نفر آمده. پس این گپار آدم باید چی کنه؟ مراعات بکنه. والذین هم علی صلاتهم یحافظون. الله متعال میگه سعی کنین هر چیز میراث خور داره. هر مال چی داره؟
میراث خور داره. مثلا یک نفر پرسان میگه این زمین از کی برات مانده؟ میگه ایره پدرم برام این زمینه گذاشته. این بلند منزل، میگه یا بلند منزل هم از پدرم برام گذاشته. الله متعال میگه ما امی جنت هم برش وارثین تعیین کردیم. یعنی تو را الله متعال در زمین پدرت چی جور کرده؟ وارث جور کرده. لکن در روز آخرت وارث چی هستی؟ جنت برات به ارث گذاشته. اولئک هم الوارثون. اینی کسی که این صفات داشته باشه اینا وارث چی هستن؟ که جنت برشان میرسن. الذین کسانی هستن. کدام جنت یا الله؟ جنت خود چندین بخش داره. جنت درجات داره. بلندترین درجه جنت کجا هست؟ فردوس اعلا هست. الله متعال میگه اگر همی صفات داشتی که در بالا براتان گفته شده، الذین یرثون الفردوس، الله فردوس برات نصیب میکنه که عالی ترین مقام جنت است که مخصوص کی هست؟ برای پیغمبرها داده میشه و به می کسایی که در جمله مفلحین هستن، نبیین، صدیقین، شهدا، صالحین. الله متعال ما و شما را نصیب بگردونه. موقتا در اینجا می باشن، باز دیگه طرف ها میرن. الله میگه نه هم فیها خالدون، برای همیشه در اینجا می باشن. مثل میمانی های آلنگه و ریز که مثلا نان شب داد، میگه شو روی شب بی و صبح دشپه مخو گره و سبات چطو گره. پشتر باید میمان خوب امید که صبحکی پشت شبیم بره دیگه. اما الله متعال میگه ای نعمت های مکس ای چی است؟ ای دائمی است. این خشوعی که مسلمان ها و مؤمنین در نماز خود داره، این صفت کی است؟ صفت مؤمنین حقیقی مفلح است. آیا این خشوع قسم دوم چی است؟ خشوع کافرها هست. کافرها در دنیا چی میباشن؟ مغرور است، متکبر است و غرور داره و خیزک میزنه از کثرت خامی است که در جوش و خروش است. چون پخته شده قابل دم گشت خاموش است. این کافرها آل دیگه چی هستن؟ وضعیتشان خراب است، خراب. باز در روز قیامت که میشه چی میشن؟ الله متعال میگه که قلوب یومئذ واجفه ابصارها خاشعه. دلهای هستن که در روز قیامت در تپش و پریشان می باشن. واجفه. ابصارها خاشعه، چشمایشان چی می باشن؟ چشمایشان خم می باشن، هیچ بالا سعی کردن نمیتونه. در دیگر آیت قرآن الله میگه یوم یکشف عن ساق و یدعون الی السجود فلا یستطیعون. سوره قلم آیت 42. يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون. الله متعال میگه یوم روز قیامت روز است که یکشف آشکار میشوه عن ساق. ساق که الله متعال ایره به خود نسبت داده. ساق ما میگیم معنایش معلوم است، کیفش چی است؟ مجهول است. ایمان به چی است؟ واجب است و سوال کردن درباره ازی بدعت است. یعنی الله متعال وقتی که ساق که به ذات و جلال از او شایسته هست و او را با قدم و پای مخلوقات تشبیه نمی کنیم. کسی که تشبیه میکنن شرک در چی می؟ در تشبیه می. یعنی اونمو ساقی که به ذات الله متعال شایسته هست و مشابهت با ساق مخلوقات نداره، بلکه مربوط غیب است و ما کیفیتش نمیفهمیم. پس این چی هست؟ وقتی که الله متعال کشف میکنه ساق خدا و یدعون الی السجود، باز این مردم سوال کرد، دعوت میشن که بیاین به الله سجده کنین. باز کافرها چی حالت دارن؟ فلا یستطیعون. باز یا توان سجده را نمی داشته باشن. هر قدر که کوشش میکنن اما تو شخ میمونده باشه، یگان تا خوب اما تو ستون فقراتش درد داشته باشه. نه در میرام که میری قسمی گک میره چرا تو میری؟ میگه والا در ستون فقراتم سیخ تیر کرده.
از این کافرها که هست، از مسلمان بیچاره که مریض میشه در دنیا برش سطور فقراتش یگان سیخ میخ تیر میکنه، از این کافر در روز آخرت تخته پشتش سیخ تیر شدگی است. هر قدر میخواد خدا کپ کنه با الله سجده کنه که باز بگه یا الله اینو برات سجده کردم، نمیتونن. الله متعال میگه فلا یستطیعون خاشعتا ابصارهم، چشمایشان اونجا چی افتاده؟ خم افتاده، خشوع داره چشمایشان، همت شرمنده هست. ترحقهم ذله، یار بسیار ذلت گرفته، در دنیا مغرور بودن، متکبر بودن، سر خود خم نمی کردن به الله. حال اینجا دیگه اگر کوشش هم کنه نمیتونه، از این خاطر دیگه کار خود نمیتونه، اما تو شرمنده و روی سیاه افتادگی. ترحقهم وقد كانوا يدعون الى السجود، در حالی که امین مردم به سجده بر الله دعوت میشدن و هم سالمون، اینا سالم بودن، جور بودن، صحتمند بودن، لکن سجده نمیکردن، نماز نمیخواندن، عبادت نمیکردن، اطاعت الله را نمیکردن. الله متعال میگه فذرنی و من یکذب الحدیث، ای رسول الله صلی الله علیه و سلم، این مردمای بیدین و بینماز و کسایی که مخالفت با قرآن و سنت میکنن، یا رب ما بگذار هر کسی که تکذیب میکنه، دروغ میپنداره این سخن الله را، قرآن و سنت، سنستدرجهم من حیث لا یعلمون، ما با اینا را استدراج میدیم. استدراج که از خود سه قسم چیز است، این را یاد بگیرین. یکی معجزه هست، امور خارق العاده، اموری که مثلا هر کسی را کردن نمیتونه، سه قسم است. یا معجزه هست، یا کرامت هست، یا استدراج هست. معجزه چی هست؟ مثلا کاری را که یک پیغمبر میکرد یک شخص عادی کردن نمیتونست، مثل معجزه موسی علیه السلام عصا بود، معجزه عیسی علیه السلام، معجزه رسول الله صلی الله علیه و سلم قرآن عظیم شان بود، شق القمر بود. این معجزه میگه کی از پیغمبر میگه. کرامت است که میباشه، کرامت از اولیاء الله میباشه. بعضی اوقات سعی کنین که ولی الله، دوست الله که هست، مثل کی؟ مثل بیبی مریم، در قرآن ثابت است. انا لکی هذا، ذکری علیه السلام پرسان کرد از بیبی مریم که این غذاهای زمستان تابستانی در زمستان از کجا شد پیش تو، این میوه ها این خود بار می باشه باز خلاص میشه دیگه، حالا زمستان از کجا پیدا شد پیش بیبی مریم؟ غذاهای مختلف می آمد. قالت هو من عند الله، این از جانب کی می آمد برش؟ الله. یعنی کرامت در کجا ثابت است؟ در قرآن ثابت است. منکر کرامت کافر است. اما آیا معجزه به دست پیغمبر است؟ نیست. اگر پیغمبر میخواد کار بکنه تا که الله برش نکنه و پیغمبر او کار کردن نمیتونه. و کرامت اولیاء الله هم به دست خودشان نیست. گهی بر طارم اعلا نشینم، گهی بر پشت پای خود نبینم. میگه کسی از یعقوب علیه السلام پرسان کرد که یعقوب گفت که ز مصرش بوی پیراهن شنیدی، ز مصرش بوی پیراهن شنیدی، چرا در چاه کنعانش ندیدی؟ در چاه چرا ندیدیش؟ از مصر این بویش که وقتی که بوی آمد گفتن بوی یوسف علیه السلام است. او برشان گفت که حالت ما کل شک قسم نیست، گهی بر طارم اعلا نشینم، گهی بر پشت پای خود نبینم، گاهی در مقام بسیار عالی میشینم، بسیاری چیزا را الله برم نشان میده، بعضی اوقات پشت پای خود دیده نمیتونم. رسول الله صلی الله علیه و آله یک شب در معراج میرفت، آسمان اول میدید، آسمان دور میدید، آسمان سه میدید، آسمان چهار میدید، آسمان پنج، آسمان شش، آسمان هفتم، باز از پیش از او عرش الله را، بسیار چیزایی که در اونجا در بالا بود اینا را میدید، سدرة المنتهی را اینجا. یک وقت او تو جای میرفت، یک وقت میشد که سرش حمله میشد در بین خانهش، خبر نداره که بیرون میبره که چند تا بدماش در دان دروازهش استاد است که رسول الله صلی الله علیه و آله به قتل برسانه. بود نبودم تو. پس معجزه پیغمبر به دست پیغمبر نیست که هر وقت خواسته باشه هر کار بکنه، و کرامت اولیاء هم به دست خود ولی نیست. متوجه شدین؟ الله متعال بعضی ها کرامت میته و عزت میته، مثل که برای بیبی مریم رضی الله عنها کرامت داد و عزت داد، مثل که مثلا برای خانم ابراهیم علیه السلام کرامت داد که او پادشاهی که میخواست از این حمله بکنه و زنا بکنه دستش خشک شد. کرامت بود.
این در قرآن عظیم شان کرامت خانم ها ذکر شده. خانم ابراهیم علیه السلام پادشاه مصر میخواست همراهش زنا بکنه، وقتی که نزدیک شد دستش خشک شد. پس چی هست؟ و استدراج چی است؟ استدراجی است که یک کسی که بیدین است بر از او یک کار خارق العاده پیدا میشه. مثلا بیدین است، بعضی از جادوگرا رو ببینید در دیوال راه میره. اینا رو علما چی میگه؟ میگه اگر یک کس را دیدین که در سر آب راه میره و یا مثلا در سر آب راه میره یا در هوا پرواز میکنه، خب با قرآن و سنت برابر نیست، بفهمین که این شیطان است. فهمیدی؟ بازی نخوریم. خب سنستدرجهم من حیث لا یعلمون و املی لهم ان کیدی متین. الله متعال میگه که ما برشان فرصت میدیم. بخش سوم خشوع طبیعی است که ما به شما خواندیم. خشوع طبیعی است که در آسمان زمین میباشن. و من آیاتی انک تری الارض خاشعة، در سوره فصلت آیت 39 هست. این هست منفعت خشوع چی است؟ که اول خشوع است بر انسان خوف و ترس و رهبت از الله را پیدا میکنه. یک صحابی میگه من رسول الله صلی الله علیه و سلم دیدم وقتی که نماز میخوان، میگه ات صدا میداد، امی وجود ازی و صدا میداد در سینهش، میگه تو یک صدا میامد مثل که امی آسیا را که سنگ آسیا که شورک بخوره اما تو یک صدا میداد. و رسول الله صلی الله علیه و میگه از دست که زیاد گریه میکرد، از دست گریه میکرد. دیگه چی است؟ از مظاهر ایمان است خشوع، دلیل به صلاح و خوبی و استقامت انسان است خشوع. چهارم اعلان بندگی و عبودیت از به الله و تعظیم اجر است. ششمش نجات از عذاب عقوبت است. هفتمش فوز به جنت است. هشتم خشوع است انسان به مقام عالی میرسانه. عبدالله ابن مسعود میگه که من تواضع لله تخشعا رفعه الله یوم القیامه. کسی که تواضع برای الله بکنه الله ایره بلند مرتبه میسازه. خشوع انسان چی میکنه؟ به قد بصر، چشم پوشی و پا میرسانه. خشوع انسان از سنگدلی دور میکنه. خشوع در نماز سبب کامیابی میشه. کسی که خشوع قلبی داشت شیطان از او فرار میکنه، شیطان به او نزدیک شدن نمیتونه. خشوع 13مش خشوع نیمه شب که هسته. این چی هسته؟ این میگه انسان به الله نزدیک میسازه که در تهجد خاشعانه به الله استاد شوی و الله متعال به قلب خاشع نظر میکنه، نظر رحمت. سبحانك اللهم و بحمدک اشهد ان لا اله الا انت استغفرک.